خیلی خیلی خوش اومدید به پارت سوم بررسی یوز افکت هوک. همونطور که بهتون قولش داده بودم تو این پارت میخوایم یک پروژه رو از 0 تا 100 با هم دیگه بررسی کنیم، اونو پیاده سازی کنیم و تمام نکته هایی که یاد گرفتیم رو به صورت عملی ببینیم. قبل اینکه وارد پروژه بشیم من یه توضیح کوتاهی بدم. دور و بریا به من میگن که چرا آموزش 0 تا 100 آماده نمی کنی، اون آموزش ها رو آپلود کنی حالا توی یوتیوب یا هر طور دیگه در اختیار بقیه قرار بدی. من خیلی طرفدار آموزش 0 تا 100 نیستم راستش. واقعا به من لطف دارید، ولی ببینید شما حتی اگه 0 ترین تا 100 ترین آموزش هم تهیه بکنید، باز نقطه ضعف‌های شما با نقطه ضعف‌های من با نقطه ضعف‌های دیگری فرق میکنه. باید شما نقطه ضعف‌های خودتون رو پیدا کنید، برید رو اونها کار کنید، پشت سر هم دیگه اطلاعاتتون رو آپدیت بکنید و اینجوری نیست که فکر کنید با دیدن یه آموزش میتونید تمام مطالب رو بفهمید. میتونید تا حد خیلی زیادی مطالب رو پوشش بدید، اما به خصوص توی برنامه نویسی و حالا برنامه نویسی وب این پویایی لازمه. باید دائما دنبال آپدیت ها و مطالب جدید باشید. به خاطر همین من علاوه بر این که خیلی مسئولیت زیادی توی این کار میبینم، زحمت زیادی هم داره، دوست دارم توی مطالبی که حالا قوی ترم با هم دیگه گپ بزنیم و بتونم کمکتون بکنم. بریم سراغ این پروژه زیبایی که دارید میبینید توی بک‌گراند. من یه دمو از این پروژه رو براتون آماده کردم که فیچرها رو بتونم بهتون نشون بدم اول و بعد بریم که یک بار دیگه از صفر توی این ویدیو پیاده سازیش بکنیم. اسم این پروژه موویندره، به این دلیل که ترکیب کلمه مووی و فایندره. قرار بود که این پروژه رو با تیل ویند استایل دهی بکنیم، این نکته رو من اول بگم، ولی به دلیل اینکه فایل استارتر داشته باشیم و اونو بتونم در اختیار شما قرار بدم، علاوه بر اون تایم ویدیو هم خیلی بالا نره، از استایل دهی اکسترنال ساده استفاده کردیم و از فایل CSS استفاده میکنیم. خب در مورد فیچرهای موویندر اگر بخوام صحبت بکنم، همونطور که میبینید یک اینپوت داریم که میتونیم اسم فیلم رو داخلی سرچ بکنیم. به ما نتایجی رو نشون میده که اسم اون فیلم ها، تایتلشون شامل این چیزی که ما اینجا سرچ کردیم. به عنوان مثال من جای نویسم فیک. میبینیم که تمام فیلم هایی که توی تایتلشون عبارت فیک رو دارن برای ما لود میکنه و به ما برمیگردونه. توی این پروژه ما از OMDB API استفاده میکنیم که یک در واقع API برای IMDb. مرسی از گوگل که ما رو ربات تشخیص داد، از دردسرای VPN. اوکی، توی این پروژه از OMDB API گفتم که استفاده میکنیم، یک API که اطلاعات IMDb رو در اختیار ما میذاره و ما در واقع میتونیم ریکوست بزنیم به این API و اطلاعات مووی رو دریافت بکنیم، اطلاعات اون فیلم، حالا یا با توجه به تایتلش که ارسال میکنیم به سرور یا با توجه به IMDb ID که از اون فیلم داریم. بریم یه سری به سایتشون بزنیم و من بهتون یه توضیح خیلی کوچیک بدم. ببینید توی OMDB API که وارد میشید به صورت رایگان میتونید ازش استفاده کنید، اما باید یک API کی داشته باشید که این کی رو اینجا میتونید خیلی راحت دریافتش بکنید. بالای سایت روی API کی بزنید، توی قسمت فری میتونید با محدودیت 1000 تا ریکوست در روز یک API کی رو برای خودتون دریافت بکنید. ایمیلتون رو وارد میکنید، یک first name و last name و استفاده‌ای که ازش دارید. صرفا بزنید dev یا مثلا learning. سابمیت رو که بزنید، لینک با توجه به اون API که براتون تولید میکنه به ایمیلتون فرستاده میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. اما در مورد استفاده APIش بریم صحبت بکنیم. ببینید یه سری پارامترها میتونیم توی ریکوست API بهش بفرستیم. به عنوان مثال ما از S استفاده میکنیم که یک پارامتر برای فرستادن تایتل مووی که اون رو برامون سرچ بکنه و تمام مووی هایی که اون عبارت رو توی تایتلشون دارم به ما برگردونه. خب بعد اینکه API کی رو دریافت کردید از OMDB API، میریم سراغ ساخت فایل پروژمون. اینجا وارد دسکتاپ بشیم. با استفاده از ویت پروژه رو میسازم من. میتونید از
کرییت ریاکت اپ هم استفاده بکنید، اما توی داکیومنتیشن خود ریاکت گفته که دیگه منسوخ شده و بهتره که ازش استفاده نکنید. به علاوه ویت خیلی سریعتره، ابزاریه که بروزتره و داکیومنتیشن قوی تری هم داره، ولی برای استفاده های لرنینگ صرفاً کرییت ریاکت اپ هم میتونه مناسب باشه. با دستور npm create و with at latest میریم که یک پروژه رو ایجاد بکنیم. از ما اسم پروژه رو میپرسه که بهش موویندر رو میدیم، پکیج نیم هم موویندر و اینجا ریاکت رو انتخاب میکنیم. توی بخش لنگویج هم تایپ اسکریپت رو انتخاب میکنیم. خب وارد دایرکتوری موویندر میشیم و با دستور npm install یا npm i دیپندنسی ها رو نصب میکنیم. خب دیپندنسی ها نصب شد. بریم یه اجرای اولیه از پروژه‌ای که ویت برامون ایجاد کرده داشته باشیم. با دستور npm run dev ما میتونیم پروژه‌مون رو اجرا بکنیم. روی پورت 5173 اجرا میشه. خب این یک در واقع تمپلیت، یک دمو از اپلیکیشن ساده‌ای که ویت برای ما ایجاد میکنه که توی این قالب ما میتونیم اپلیکیشن های خودمون رو توسعه بدیم. بریم یه نگاهی به ساختارش بندازیم. با دستور کد این دایرکتوری داخل VS کد باز میکنیم و همونطور که میبینید یه سری فایل رو به صورت پیشفرض ویت برامون ایجاد کرده. فایل ریدمی index.html، پوش سورس، پوش پابلیک که داخلش یک لوگو داریم و از این دست فایل ها ما یه سری تمیزکاری انجام میدیم. پوش پابلیک رو نیاز نداریم، پوش asset رو نیاز نداریم، به علاوه app.css رو لازم نداریم. یه سری تغییرات هم باید اینجا بدیم. توی main.tsx وضع اوکیه. توی app.tsx این چیزایی که اینجا ایمپورت کرده بود رو نیازشون نداریم، پاکشون میکنیم که مشکل نخوریم. ایمپورت یوزر استیت رو نگه میداریم، این استیتی که ایجاد کرده رو پاکش میکنیم. توی قسمت ریترن هم هر چی که داریم رو پاک میکنیم. به قسمت index.css میریم و کلا محتوای این فایل رو پاک میکنیم چون قراره با اون فایل استاتری که بهتون گفتم جایگزین بشه. وارد index.html میشیم و در واقع میخوایم که تایتل اپلیکیشنمون رو تغییر بدیم و اولین قدم برای ساختش رو انجام بدیم. موویندر تایتل ما هست. اینجا هم یک آیکون داریم که در واقع همین آیکون کوچیکیه که اینجا میبینید بالای صفحه کنار ویت داره نشون میده. ما فعلا نیازی بهش نداریم، کامنتش میکنیم. دوباره یه اجرا از پروژه میگیرم با دستور npm run dev و یک رفرش میکنم. همونطوری که میبینید یک پروژه خام رو الان داریم. بریم سراغ فایل استارترمون که در موردش براتون صحبت کردم و بهتون گفتم استایل ها رو داخلش نوشتیم. این یک فایل استارتره برای اینکه ما وقتمون رو صرفا بذاریم روی طراحی کامپوننت ها و طراحی افکت هامون و حالا برطرف کردن چالش هایی که توی مسیر بهش برمیخوریم. من استایل رو از قبل آماده کردم. چیز خاصی هم نداره، یک استایل صرفا ساده است، همونطوری که توی دمو میبینید. شامل بخش بک‌گراند، کانتینر روت میشه، بورد ریدیس هایی که دادیم و از این دست استایل دهی ها. فایل رو نگاه کنید خودتون قطعا متوجه میشه چیز ساده ایه، چیز سختی نداره و صرفا به خاطر اینکه توی زمانمون صرفه جویی بشه توی ویدیو این کار رو انجام دادیم. طراحی کردن با استفاده از فایل استایل آماده خیلی راحت تره و تایم کمتری ازتون میگیره، به خصوص وقتی که بخواید آموزش ببینید. صرفا این خیلی مهمه. توی پروژه های حرفه‌ای تر قطعا باید از صفر شروع بکنید، قطعا ابزارهای بهتری در اختیار دارید مثل تیل ویند، ولی اینجا صرفا هدف ما آموزشه و مرور چیزهایی که در مورد یوز افکت یاد گرفتیم. من این index.css رو وارد پروژم میکنم و به فولدر سارسی میبرمش و ریپلیسش میکنم. حالا من تمام استایل هایی که توی این دمو مشاهده میکنید رو اینجا دارم و میتونم ازشون استفاده بکنم. بریم به اولین قدممون برای طراحی کامپوننت ها. ما این اپلیکیشن رو به 3 بخش مجزا، 3 بخش اصلی تقسیم کردیم. بخش اول هدره که دارید میبینید، موویندر و یک آیکون کامرا داریم.
بخش دوم بخش مین ما هست که شامل این اینپوتمونه که داخلش عبارتی که میخوایم سرچ کنیم رو میذاریم. در واقع مووی لیستمونه که فیلم های برگردونده شده از سرور رو توش نمایش میدیم و یک فوتر هم داریم به عنوان بخش آخر که لینک گیت هاب من درون اون قرار داره. من این فایل index.html رو میبندم، بهش نیازی نداریم. main.tsx رو هم میبندم، نیازی بهش نخواهیم داشت. یک مقدار فضا هم باز بکنیم اینجا و وارد app.tsx بشیم. به عنوان قدم اولمون ما میخوایم که یک کامپوننت هدر ساده ایجاد بکنیم و اونو رندرش بکنیم. همون هدری که دیدید عبارت موویندر داخلش بود به همراه یک آیکون کامرا. شما میدونید که کامپوننت ها توی ریاکت به صورت تابه نوشته میشن. پس میایم یک تابه تعریف میکنیم و اسمش رو میذاریم هدر. ورودی نداره هدر ما. چیزی که قراره برگردونیم یک المنت هدره که درون این المنت هدر ما یک تگ h1 خواهیم داشت. درون این h1 هم عبارت موویندر به همراه یک ایموجی کامرا وجود داره. ایموجی ها رو توی لینوکس با استفاده از دکمه سوپر و دات میتونید در واقع ازشون استفاده بکنید. توی مک فکر میکنم کامند و کنترل و دات بود و توی ویندوز هم یه چیز شبیه اینا، وین و دات یا کنترل یا دات، درست یادم نمیاد. سرچ کنید میتونید پیدا بکنید. من این ایموجی کامرا رو از اینجا بر میدارم و میذارم اینجا، صرفا برای زیبا شدن برنامه است و هیچ تأثیری توی طراحیمون نداریم. ببخشید. حالا که این کامپوننتم رو طراحی کردم، میام توی کامپوننت اپم که کامپوننت اصلی منه، از این کامپوننت هدرم استفاده میکنم به این صورت که هدرم رو اینجا قرار میدم. اگر سیو بکنم ما میبینیم که موویندر خیلی زیبا برای ما اینجا اومد و چون که استایل دهی ها رو داریم و علاوه بر اون این استایل دهی ها رو در واقع فایل index.css رو داخل main.tsx داریم ایمپورتش میکنیم، تشخیصش میده و برای ما استایل هاشو فیکس میکنه. اما بعد از هدرمون ما سراغ بخش مین میریم و در واقع یک کامپوننت هم برای مین در نظر میریم. یک فانکشن دیگه میسازم به نام مین. باز هم فعلا ورودی بهش نمیدم. توی مینمون گفتیم میخوایم چی برگردونیم. توی مینمون میخوایم اینپوتمون رو داشته باشیم. پس من یک اینپوت دارم به علاوه مووی لیستم که لیستی از فیلم هایی که سرور به ما برمیگردونه. در ابتدا یک سمنتیک تگ استفاده میکنیم، یک سمنتیک المنت مین داریم که در درون این مین ما میایم اینپوتمون رو تعریف میکنیم و بعد از اینپوتمون هم فعلا یک دیو تعریف میکنیم، یک دیو ساده. اینجا یک مشکلی ما داره کارمون، از ریترن استفاده نکردیم. فرمت میکنم کدم رو و سیو میکنم. خب همونطور که میبینید چیزی فعلا قابل مشاهده نیست به خاطر اینکه ما هنوز از مین درون اپمون استفاده نکردیم. میایم و از مین اینجا هم استفاده میکنیم. همونطور که میبینید اینپوتمون برای ما اینجا نمایش داده میشه و استایل هاش هم ضمیمه فایل index.css اینکلود میشن. اوکی، توی قدم بعدی ما سراغ فوترمون میریم و یک کامپوننت هم برای فوترمون ایجاد میکنیم. پس یک فانکشن دیگه خواهیم داشت به اسم فوتر. ورودی نداره و چیزی که ریترن میکنیم یک تگ سمنتیک فوتر هست که در داخلش ما میایم از یک انکر المنت استفاده میکنیم که یک لینک بسازیم. همونطور که توی دمو هم دیدیم، بذارید براتون بیارمش. توی دمو هم میبینیم که اینجا لینک گیت هاب من رو داریم. همین لینک رو میخوایم اینجا هم بسازیمش. پس بهش href لینک گیت هاب من رو میدیم. لینک رو از اینجا کپی کنیم و بیاریمش اینجا. و چیزی هم که درونش مینویسیم عبارت GitHub @id منه. @rh. بریم و توی اپ ازش استفاده بکنیم.
اوکی، همونطور که میبینید فوتر هم برای ما نمایش داده میشه. اما بریم سراغ کارهای مهمترمون. توی دمو اگر من اینجا عبارتی که نوشتم رو پاک بکنم، میبینید که ما یک پلیس هولدر داریم. در واقع یک عبارتی داریم که به کاربر داره نمایش میده کاربر چه چیزی رو باید توی این اینپوت وارد بکنه. اول این پلیس هولدرمون رو برای اینپوت قرار بدیم. از پلیس هولدر استفاده میکنیم، بهش سرچ مووی نیم رو میدیم. بله، همونطور که میبینید ایجاد شد. و حالا قدم‌های بعدیمون خیلی مهم و مهمتر میشن. ببینید ما برای اینکه بتونیم دیتایی که از کاربر میگیریم از طریق این اینپوت رو به سمت سرور بفرستیم به یک استیت نیاز داریم. چرا که این دیتا دائما داره تغییر میکنه توی برنامه ما قراره که با تایپ هر کاراکتر کاربر یک ریکوست بسازیم و اگر کاربر کاراکتر دیگه ای تایپ نکرد اون ریکوست رو به سمت سرور ارسال بکنیم. ما قراره یک کوئری اینجا داشته باشیم که متن این کوئریمون میشه همون چیزی که کاربر وارد کرده. اگر کاربر کاراکتر دیگه ای رو وارد نکرد ما همون ریکوستی که با استفاده از اون کوئری ایجاد میشه رو به سمت سرور ارسال میکنیم و نتیجهش رو نمایش میدیم. پس اولین و مهمترین چیزی که من در اینجا نیاز دارم یک استیت هست. اسم این استیت رو کوئری میذاریم. const query و set query use state و مقدار اولیه کوئریمونم یک استرینگ خالیه. در قدم بعدی ما باید بیایم اینپوتمون رو با استفاده از این استیت کوئری که ساختیم کنترل بکنیم و در واقع اینپوت ما یک کنترلد المنت خواهد شد. اگر در مورد کنترل المنت ها هیچی نمیدونید یا اطلاعات کمی دارید حتما برید در موردش مطالعه بکنید، خیلی مهمه. کما اینکه اگر اطلاعاتی نداشته باشید در واقع لنگ میمونید توی پروژه هایی مثل این پروژه که نیاز به کنترل المنت دارن. چیز خیلی سختی هم نیست. کنترل المنت در واقع میشه کنترل کردن مقدار یک المان با استفاده از یک استیت. بریم که اینپوتمون رو با استفاده از در واقع استیت کوئریمون کنترل بکنیم. برای این کار باید کوئری و ست کوئری رو به عنوان پراپ به مین بفرستیم. پس میام پراپ کوئری رو خود کوئری مین میفرستم و به عنوان یک کانونشن توی این شرایط از آنچنج کوئری استفاده میکنم. صرفا یک میگم کانونشن و یک نیمیه که شما میتونید روی اون ایونت کاستومایز شده خودتون بذارید. هر چیز دیگه ای هم میتونید اسمشو قرار بدید برای اینکه ما در واقع بتونیم کنترل بکنیم که دقیقاً کی و با چه مقداری داره کوئریمون آپدیت میشه و خود ست کوئری رو پاس ندیم به سمت پایین، چون ببینید این کار مخاطراتی داره. من میتونم اینجا بیام بنویسم ست کوئری، اوکی، ولی این کار درستی نیست. به خاطر اینکه اینطوری توی در واقع لول های پایینتر و کامپوننت های پایینتر ممکنه هر مقداری برای کوئری ست بشه و من این رو نمیخوام. پس میام اینجا یک تابع هندل در نظر میگیرم، هندل کوئری چینج، فانکشنش یادم رفت، و توی این تابع که من میام مقدار کوئری رو آپدیت میکنم. پس اینجا نیو کوئری داریم، نیو کیو، و حالا میام در داخل همین کامپوننتی که استیت کوئریم رو تعریف کردم از تابع ست استیتش استفاده میکنم. ست کوئری با مقدار نیو کیو چی شد؟ به ما میگه که اینجا مقدار آنچنج کوئریم پراپی که داریم به مین میفرستیم نباید خالی باشه. ما هم خالی پاس نمیدیم و هندل رو بهش میدیم. اوکی، حالا توی مین هم به مقدار کوئری و هم به هندل چنجش دسترسی داریم. میایم به عنوان ولیو به اینپوتمون کوئری رو میدیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به این خاطره که درون داکیومنتیشن خود ریاکت گفته زمانی که ما میخوایم یک کنترلد المنت داشته باشیم حتما باید از ولیو مساوی اون استیت براش استفاده بکنیم. این دلیل اول و مهمترین دلیل. دلیل بعدی هم اینه که به عنوان اینیشیال ولیو چیزی که ما داریم به استیت میدیم درون اون کنترلد المنتی که مربوط به اون استیت نمایش داده بشه هرچی که به عنوان اینیشیال ولیو ما برای استیت در نظر گرفتیم. پس اینجا میایم کوئری رو
خب من کوئری رو هنوز اینجا دریافت نکردم. مستقیم میایم پراپش رو دی استراکچر میکنیم و کوئری و آنچنج کوئری رو دریافت میکنیم. حالا میام کوئری رو به ولیو اینپوت میدم و به تابع آنچنج از اینپوت یک تابع میدم که ایونت رو به عنوان ورودی داره میگیره و با مقدار event.target.value که میشه مقدار فعلی اینپوت هم در لحظه میاد هندل چنج کوئری رو فراخوانی میکنه. پس میام و اینجا آنچنج کوئری رو با مقدار event.target.value فراخوانی میکنم. بریم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و چی کار کردیم. من یک اینسپکت بگیرم و از ابزار ریاکت دیو تولز میخوایم استفاده بکنیم. اگر به بخش کامپوننت ها بریم و روی اپ کلیک بکنیم میبینید که ما فعلا یک استیت داریم که مقدارش یک استرینگ خالیه. تنها استیتی که ما توی اپ ایجاد کردیم استیت کوئریمونه که اینجا داره برامون نمایشش میده. من اینجا چیزی تایپ میکنم، به عنوان مثال میزنم حسین، اسم خودم رو میزنم و میبینید که توی این دیو تولزمون میاد مقدار استیت رو حسین برامون نمایش میده. علاوه بر اون چیزی که ما داریم در اون اینپوت هم میبینیم حسینه و این مفهوم کنترلد الیمنت رو میرسونه. سینک کردن یک استیت با یک المان معنیش میشه کنترلد الیمنت. چطوری قابل انجامه؟ میایم ولیوی اون الیمنت رو که حالا خصوصا و در 90% موارد اینپوت همون استیت ست میکنیم و از تابع آنچنج استفاده میکنیم، ایونت آنچنجش رو استفاده میکنیم که زمانی که اون اینپوت محتواش تغییر کرد، این تغییر کردن محتوا روی استیتمون هم تاثیر بذاره و اون استیت رو تغییر بده. من توضیح در مورد این وارنینگ هایی که اینجا داریم میگیریم بدم بهتون. این وارنینگ ها برای تایپ اسکریپت به عنوان مثال به ما میگه که پارامتر نیو کیو به صورت ضمنی میتونه هر تایپی داشته باشه. میدونید که تایپ اسکریپت میاد تایپ های مختلفی رو به جاوا اسکریپت اضافه میکنه که ما مشکل تایپ رو نداشته باشیم و از سری از ارورها قبل از اجرای برنامه جلوگیری بکنیم. اما فعلا واردش نمیشیم. در آخر همین ویدیو یه توضیحی در مورد تایپ اسکریپت بهتون میدم که اگر علاقه داشتید برید و آموزشاش رو ببینید. خب بعد از تمام این کارهایی که انجام دادیم تا این برنامه رو یکم سر و سامون بدیم و ظاهرش رو درست کنیم، بریم سراغ کار اصلی خودمون که در واقع استفاده کردن از یوز افکت بود. یکم بیایم در مورد این قضیه فکر بکنیم که ما توی این اپلیکیشن دقیقاً کجا به یوز افکت نیاز داریم. الان ما یک استیت داریم که مقدار اینپوت رو درونش ذخیره می‌کنیم و این استیت به صورت ریل تایم با اینپوتمون سینک. حالا وقتش رسیده که ما با استفاده از این استیت کوئریمون ریکوستمون رو به سرور ارسال بکنیم. یعنی یک اسم رو، یک نیم رو به سرور ارسال بکنیم، یک ریکوست بفرستیم و از سرور لیستی از فیلم هایی رو بگیریم که این عبارت درون تایتل یا نامشون وجود داره. اما بیایم اینجا یک چرا از خودمون رو بپرسیم قبلش. چرا ما نیاز به یک افکت داریم؟ چرا ما باید از یوز افکت استفاده بکنیم برای اینکه ریکوستی به سرور بفرستیم؟ یه مقدار برگردیم عقب به پارت قبل و در واقع پارت 1 به 2 پارت قبل. ما گفتیم که هر جا که ساید افکتی باشه ما باید از افکت ها و در واقع یوز افکت استفاده بکنیم. چرا که استفاده کردن توی رندر لاجیک از ساید افکت ها ممنوعه و باعث اتفاقات ناگواری خواهد شد. حالا که اینو میدونیم با تمام این اوصاف بریم و شروع کنیم به تعریف کردن افکتمون برای ریکوست زدن به سرور. من میام اینجا یک افکت ایجاد میکنم. میبینید که اون بالا هم برام ایمپورتش کرد خود وی اس کد. یک فانکشن بهش میدم. طبق روال ورودی نخواهد داشت. توی این فانکشن قراره چیکار بکنم که همون افکت منه؟ قراره یک ریکوست به سرور بزنم و از این کوئری استفاده بکنم و نتایجم رو که شامل نام هایی که اون کوئری داخلشون وجود داره، نام فیلم هایی که داخلشون اون کوئری وجود داره به کاربر نمایش بدم. پس یک تابع فچ اینجا دارم و حالا میام از اون لینکی که از طریق OMDB API دریافت کردم اینجا استفاده میکنم. خب این لینک OMDB API که شامل API کی منه، شما باید از API کی خودتون استفاده بکنید. شیطنت نکنید و API کی منو استفاده نکنید. در واقع بعد اینکه این لینک رو دریافت کردید
شما باید یک پارامتر دیگه هم بهش بدید. پارامترهایی که ازشون میتونیم استفاده کنیم همونطور که ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم یا آی میتونه باشه یا اس، که اگر از اس استفاده بکنیم ما داریم یک عبارت میدیم که برامون جستجو بکنه توی تایتل مووی ها. ما فعلا از کوئری استفاده نکنیم و بیایم یوز افکت رو اینطوری تعریف بکنیم که میخوایم یک عبارت رو جستجو بکنیم و فیلم هایی که اون عبارت درون تایتلشون وجود داره رو نمایش بدیم. این عبارت با پارامتر اس مشخص میشه، از اس و بعدش علامت مساوی استفاده میکنیم. البته اینم بهتون بگم، ببینید شما یک همچین لینکی خواهید داشت http://omdb.com/omdapi.com/ حالا API کی مساوی API کی خودتون و حالا میاد از امپرسند استفاده میکنید، اینجا شیفت و 7 روی کیبورد امپرسند استفاده میکنید، اس مساوی از اون عبارت استفاده میکنید. مثلا من از عبارت اسپایدر استفاده میکنم. اوکی. تا الان اگر این افکتمون اجرا بشه یک ریکوست به سمت سرور میزنه، اما همونطوری که یادتونه تابع فچ یک تابع آسینکرونوسه که به صورت آسینکرونوس اجرا میشه و من باید با استفاده از دن یا با استفاده از آسینک اویت که یک سینتکتیک شوگر برای فچ و دنه بیام و ریزالتم رو دریافت بکنم. فعلا از دن استفاده میکنیم، در مورد آسینک اویت صحبت نمی کنیم که ساده تر باشه. من میگم زمانی که نتیجه این فچم مشخص شد بیا و این کار رو برای من انجام بده که این ریزالت رو، چیزی که به عنوان نتیجه از سرور گرفتی رو بیا اول واسه من به جیسون پارسش بکن. بعد که پارس کردنش تموم شد که شما میدونید این فرایند پارس کردن خودش هم یک فرایند آسینکرونوس دیگریه، باز میام روی این دن رو صدا میزنم. چرا؟ به خاطر اینکه فرآیندهای آسینکرونوس پرامیس برمیگردونن. باز دن رو صدا میزنم و میگم دیتایی که به جیسون برای من پارس کردی بیا و داخل کنسول برای من نمایش بده. افکتی که ما الان تعریف کردیم دیپندنسی اری نداره، صرفاً یک افکت ساده است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این افکتمون با هر ریرندری که به هر دلیلی تریگر میشه دوباره اجرا خواهد شد و ما اینو نمیخوایم. پس ما میایم فعلا یک دیپندنسی اری خالی بهش پاس میدیم. یعنی من میخوام فقط این افکتم توی اینیشیال رندر، یعنی زمانی که کامپوننت حاوی این افکت که اپه برای اولین بار ماونت میشه اجرا بشه. یک رفرش میکنم، میرم داخل کنسول و اینجا میبینم برای من نتایج رو نمایش داده. یه یادآوری هم براتون داشته باشم، به خاطر این دوبار نتایج رو نمایش میده که ما داریم از استریکت مود استفاده میکنیم. خب برم این نتایج رو ببینم. نتیجه‌ای که سرور به من برگردونده یک آبجکت که داخلش کلیدهای ریسپانس، سرچ، توتال ریزالت رو داریم که ما از این کلید سرچش قرار استفاده بکنیم. داخل این کلید سرچ یک آرایه اینجا فعلا 10 تایی از فیلم هاست که هر فیلم هم خودش یک آبجکت شامل تایتل، یر در واقع که میشه سال تولیدش، پوسترش که همون ایمیجیه که نشون دهنده کاور اون موویه و یک IMDb آیدیه که این به کارمون میاد. IMDb آیدی یک کد به خصوص، یک آیدی به خصوصه که هر فیلم داخل IMDb مختص به خودش داره و فیلم ها با استفاده از این توی سرور شناخته میشن. پس ما فهمیدیم که قالب اطلاعاتی که سرور داره به ما برمیگردونه چیه. اگر باز هم دقت بکنید میبینید که ما این آرایه 10 تایی رو لازم داریم. آرایه 10 تایی رو من چطوری میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم؟ من الان چی رو دارم داخل کنسول چاپ میکنم؟ دیتا رو. دیتای من دقیقاً همین آبجکتیه که کلید سرچ داخلشه. پس من اگر بیام روی دیتا از سرچ استفاده بکنم چی رو دارم؟
یه بار دیگه رفرش میکنم، همون آرای 10 تاییه رو دارم که اسم فیلم ها داخلشه. حالا که دقیقاً تونستم همون آرای 10 تاییه رو به دست بیارم که تمام فیلمایی که میخواستم داخلشه، یعنی اون عبارته که الان اینجا اسپایدر داخلش وجود داره، میتونم بیام از این الگو بگیرم. ببینید مگه من با استفاده از پارامتر اس نیومدم یک عبارتی رو فرستادم به عنوان ریکوستم به سرور که بیاد اون رو برای من جستجو بکنه؟ چرا به جای اسپایدرم از کوئریم استفاده نکنم؟ برای استفاده کردن از کوئری در داخل این URLی که اینجا میبینید باید از استرینگ لیترال ها استفاده بکنیم که بتونیم یک وریبل رو درون استرینگمون جاسازی بکنیم. از بک تیک استفاده میکنیم که سمت چپ کیبورد بالا و زیر اسکیپتون قرار داره. اینجا هم بک تیک رو قرار میدیم و میایم اسپایدر رو پاک میکنیم، از دلار ساین استفاده میکنیم، شیفت 4 و اینجا چیزی که به عنوان در واقع مقدار پارامتر اس داریم به سمت سرورمون میفرستیم، همون کوئریمون رو قرار میدیم. حالا که اومدیم کوئریمون رو جایگذاری کردیم درون ریکوستی که داریم به سمت سرور میفرستیم، بیایم صفحه رو یک بار رفرش بکنیم. کنسولم رو باز میذارم که ببینید چه اتفاقی داره میفته. من الان میام در داخل این اینپوتم یک عبارتی رو مینویسم، مثلا فیک. یه مقدار ثبت میکنم، میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته. چرا اینجوری شد؟ باز میخوام، من اینجا سیو نکرده بودم، یه بار رفرش میکنم و میام اینجا یک عبارتی رو مینویسم، همون فیک رو. ببینید اتفاقی نمیفته. اما چرا داره اینجوری میشه؟ دقت بکنید، شما الان اومدید یک افکتی تعریف کردید که این افکت در اینیشیال رندر اجرا میشه و همون موقع کوئری رو به سمت سرور ارسال میکنه، اما در مورد مقادیر آپدیت شده کوئری هیچ تصوری نخواهد داشت. درسته؟ شما دارید با استفاده از کانسپت کنترلد المنت ها استیت کوئریتون رو با تغییر کردن مقدار این اینپوت تغییر میدید و اگر بریم داخل تب کامپوننت هم نگاه بکنیم، روی اپ کلیک بکنیم، استیتتون داره آپدیت میشه. پس مشکل از آپدیت شدن استیت من نیست. اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که افکت من هیچ تصوری در مورد مقدار جدید کوئریم نداره. حتی که دقت بکنید اینجا یک وارنینگ هم داره بهم میده، میگه که ریاکت هوک یوز افکت یک میسینگ دیپندنسی داره به نام کوئری. شما اومدی از کوئری استفاده کردی ولی بعدش دیگه هیچ امکانی به این افکت ندادی که مقدارهای بعدی کوئری رو اصطلاحاً ترک بکنه یا دنبال بکنه و هیچ تصوری در مورد مقدارهای بعدی کوئری نداره. پس من میام کوئری رو اینجا در داخل دیپندنسی های افکتم قرار میدم و یک بار رفرش میکنم. به کنسولم برمیگردم. حالا اینجا عبارت فیک رو تایپ میکنم. میبینید که ریکوست رو به سرور ارسال کرد و اسم مووی یا فیلم هایی که داخلشون عبارت فیک وجود داره رو داره به من برمیگردونه. حالا که تونستیم مقداری که از کاربر میگیریم رو به سمت سرور به همراه ریکوستمون ارسال بکنیم، بیایم این لیست موویای دریافت شده رو در یک ذخیره‌اش بکنیم. سر آخر که ما بالاخره باید اینو به کاربرمون نمایش بدیم، بس بهتر از الان یه فکری به حال ذخیره سازی مووی لیستمون که از سمت سرور میاد داشته باشیم. اگر توی در واقع کنسول نگاه بکنید، ما الان یک لیست 9 تایی یا 10 تایی داریم از تمام مووی هایی که درون تایتلشون عبارت فیک وجود داره. اما ما باید با اینا چیکار بکنیم؟ یک مقدار فکر بکنید. اگر بیایم یک کانستنت در نظر بگیریم، با هر بار رندر شدن این برنامه اون کانستنت قرار دوباره تعریف بشه و در واقع این مقدار ما از بین میره. ما نمیخوایم تا زمانی که اینپوت تغییر نکرده لیست موویامون هم تغییر بکنه. پس کاری که باید اینجا انجام بدیم اینه که یک استیت تعریف بکنیم. چرا؟ چون استیت هم امکان حفظ مقدار بین رندرها رو داره، هم امکان ری رندر در صورت تغییر کردن مقدارش رو داره. یک استیت دیگه باید در نظر بگیریم برای این مووی لیستمون. پس بریم استیتمون رو تعریف بکنیم. اسم این استیت رو میذاریم مووی لیست. اسم استیت هاتون رو کما این که حتما هم میدونی نام های لاجیکال و منطقی انتخاب بکنید که فهم کدها چه توسط خودتون چه توسط پروگرامرهای دیگه کمک بکنه. ست مووی لیست، مقدار اولیش رو بهش نال میدم.
الان حتما میگید چرا مقدار اولیه مووی لیست رو نال دادی؟ مگه مووی لیست قرار نیست یک آرایه ساده باشه؟ چرا؟ قراره یک آرایه ساده باشه، ولی جلوتر در مورد این قضیه براتون توضیح میدم که چرا داریم مقدارش رو اینجا نال پاس میدیم. خیلی خوب، با هر بار اجرا شدن این افکت هم من میخوام چه اتفاقی بیفته؟ زمانی که لیست جدید مووی ها از سمت سرور رسید، من بیام و درون این استیتی که الان تعریف کردم ذخیره‌شون بکنم. پس توی این قسمت به جای لاک کردن در واقع data.search داخل کنسولم، میام چیکار میکنم؟ میام از set مووی لیست استفاده میکنم و لیست جدید رو در داخل این استیتم ذخیره میکنم. set مووی لیست رو فراخوانی میکنم و از data.search استفاده میکنم. توجه کنید که کوچیک بزرگ بودن حروف کلیدها تأثیر میذاره توی استفاده کردن از مقادیر اونها توی در واقع آبجکت های جاوا اسکریپت. به این مورد حتما دقت کنید. اگر من میام سرچ رو با حرف کوچیک بنویسم، اینجا برام ولیو سرچ رو نمایش نخواهد داد و به من مقدار آندیفایند برمیگردونه. اتفاقی که الان میفته چیه؟ قبل اینکه سیو بکنیم و یه بار اجرا بکنیم برنامه رو، بیایم یه مقدار بهش دقت بکنیم. برنامه من برای اولین بار اینیشیال رندرش صورت میگیره و اجرا میشه. بعد از اینکه اینیشیال رندر انجام شد و لیست موویا با استفاده از حالا کوئری اولی هم که یک استرینگ خالی بوده پاس داده شده به سرور برگشته، من برای دومین بار که اینپوتم رو تغییر میدم، دقیقاً همون چیزی که اونجا مینویسم به عنوان کوئری به سمت سرور ارسال میشه و در نهایت در درون همین افکت من دارم اینجا از یک تابع ستر استفاده میکنم، ستر یک استیت. اینجا دارم خودم یک ریرندر رو تریگر میکنم، درون افکتم دارم یک ریرندر رو تریگر میکنم که این ریرندر داره مووی لیست من رو آپدیت میکنه. درسته؟ بریم یک سیو بگیریم تا منظورم رو واضح تر بهتون نشون بدم. یک ریلود میکنیم و من میام داخل اینجا مینویسم مثلا فایت. اتفاقی که اینجا داره میفته چیه؟ به ازای هر یه دونه حرفی که من دارم اینجا می نویسم داره یک ریکوست به سمت سرور ارسال میشه. اگر من بیام تب نتورک رو باز بکنم، می بینم که به ازای هر حرفی که من تایپ کردم یک ریکوست به سمت سرور ارسال کرده. ببینید این مقدارهای اولیه ریکوست که برای زمانی که اینیشیال رندر صورت میگیره که کوئری من خالیه، زمانی که اف رو تایپ میکنم یه ریکوست، زمانی که اف آی رو تایپ میکنم یه ریکوست، زمانی که اف آی جی رو تایپ میکنم یه ریکوست، اف آی جی اچ یه ریکوست و در نهایت اف آی جی اچ تی هم یک ریکوست. این چیزی نیست که من میخوام. این کار در واقع داره سرور و API من رو دچار ریکوست های متعددی میکنه که اصلا لازم ندارم. من فقط آخرین ریکوست رو لازم دارم که به سمت سرور ارسال بشه. پس اینجا باید از یکی از مهمترین کانسپت هایی که در پارت های قبلی یاد گرفتیم استفاده بکنیم و اون کلین اپ فانکشنه. چرا باید از کلین اپ فانکشن استفاده بکنیم؟ ببینید افکت من طوری طراحی شده که با هر بار تغییر کوئری دوباره اجرا خواهد شد، چون ریرندر تریگر میشه وقتی کوئری تغییر میکنه و افکت من دوباره اجرا میشه. اما چیزی که من میخوام اینه که تمام ریکوست های قبلی قبل از آخرین حرفی که تایپ میشه، تمام اون ریکوست ها رو بتونم کنسل بکنم و تنها ریکوستی که به سمت سرورم ارسال میشه آخرین کوئری من باشه. یعنی زمانی که من توی کلمه فایت حرف تی رو تایپ کردم، چطوری من باید این کار رو انجام بدم؟ ما میدونیم که کلین اپ فانکشن قبل از اجرای بعدی یک افکت اجرا میشه، پس به وسیله این کلین اپ فانکشن میتونم این کار رو انجام بدم. اما در مورد ابورت کردن یا کنسل کردن ریکوست هایی که به سمت سرور ارسال میشه، اینجا باید یک توضیحی من بهتون بدم. برای کنسل کردن ریکوست هایی که به سمت سرور ارسال میشه قبل از اینکه به سرور برسن، ما باید یک ابورت کنترلر ایجاد بکنیم. خوب گوش کنید، میام داخل افکتمون یک کنترلر ابورت ایجاد میکنم. ابورت CTRL مساویه با New Abort Controller. چی به من میگه؟ من باید بیارمش تو خط بعدی. عذر میخوام.
من کنترلرم رو ایجاد کردم. حالا باید بیام این کنترلر رو یه طوری به فچ ارتباط بدم که بتونم با استفاده از این کنترلر اون ریکوستم رو کنترل بکنم. به عنوان پارامتر دوم تابع فچ ما میتونیم یک آبجکت پاس بدیم که درون اون یک پراپرتی به نام سیگنال خواهیم داشت که ما میتونیم این سیگنال رو متصل کنیم به سیگنال ابورت کنترلرمون. پس میام از سیگنال ابورت کنترلر استفاده میکنم به این صورت که مینویسم سیگنال کلون ابورت کنترلر دات سیگنال. اینجا سیگنالی که من دارم به فچ میفرستم با سیگنال ابورت کنترلر من مچ میشه. حالا چطوری بیام اینو فراخوانی بکنم؟ میام یک کلین اپ فانکشن در نظر میگیرم، توی افکتم میام از ریترن استفاده میکنم، یک تابع برمیگردونم و این تابع میدونم که قبل از اجرای بعدی افکت اجرا خواهد شد. پس اینجا میام از ابورت کنترلرم استفاده میکنم و اینجا تابع ابورتش رو فراخوانی میکنم. اتفاقی که میفته خیلی جالبه. بریم یه رفرش بکنیم. توی تب نتورک میمونم. اینجا بیام تراتلینگ هم تغییرش بدم به اسلو 4G که دقیقاً ببینید چه اتفاقی داره میفته. من اینجا میام یک در واقع تایتل رو سرچ میکنم، یک تایتل تیچ. دقت بکنید به ازای حروف تیچ داره ریکوست ها جنریت میشه، اما قبل از اینکه به سرور برسه کنسل میشه. کی داره کنسلشون میکنه؟ ما داریم کنسلشون میکنیم با استفاده از این کلین اپ فانکشنی که ایجاد کردیم. چرا؟ چون این کلین اپ فانکشن قبل از اجرای دوباره افکت اجرا خواهد شد. یک بار دیگه از اول مرور میکنیم. افکتی که ما اینجا ساختیم قراره با هر بار آپدیت شدن کوئری دوباره اجرا بشه. درسته؟ پس هر دفعه که من یک حرف جدید اینجا می نویسم و این حرف جدید باعث آپدیت شدن کوئری میشه، افکت من هم دوباره اجرا خواهد شد. این به این معنیه که یک ریکوست جدید به سمت سرور داره ارسال میشه و من اینو نمیخوام. پس میام یک کلین اپ فانکشن تعریف میکنم که قبل از اجرای دوباره افکتم اجرا بشه و اون ریکوست قبلی رو قبل از اینکه ریکوست جدید به سمت سرور ارسال بشه کنسل بکنه. در نهایت کدوم ریکوست به مقصد میرسه؟ ریکوستی که دیگه بعد از اون حرف تایپ شده ای وجود نخواهد داشت. من اش رو که میزنم این آخرین ریکوسته. اگر یه حرف دیگه بعد از اش تایپ میکردم اون ریکوست هم به مقصد نمیرسید، به سرورم نمیرسید و ریکوست بعدی آخرین ریکوستم به سمت سرور ارسال میشد. اینم یکی از کاربردهای مهمی که توی یک پروژه واقعی دارید میبینید چطور کلین اپ فانکشن میتونه به دادمون برسه و کمکمون بکنه. خب اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما مووی لیستمون رو از سمت سرور گرفتیم، ریکوست هایی که به سمت سرور میرفتن رو درست هندل کردیم که فقط آخریشون داره به سرور میرسه. و چی بهتر از این؟ الان وقت اینه که بریم و مووی لیست خوشگلمون رو بسازیم که توی برنامه‌مون لیستی از فیلم ها رو به کاربر نمایش بده. برگردیم سراغ بخش مین. توی مینمون گفتیم ما اینجا یک اینپوت داریم و یک دیو تعریف کردیم که خالی گذاشتیم. گفتیم این دیو همون مووی لیست ماه. الان بریم سراغ تکمیل کردنش. اما قبل از اون من باید یک توضیح بهتون بدم. ببینید درون مووی لیست ما چه چیزایی قرار میگیره؟ مووی ها قرار میگیرن، درسته؟ دونه دونه مووی هایی که از سمت سرور برگردونده شدن قراره اونجا ظاهر بشن. مووی برای ما یک ماهیت استراتژیکه، یک ماهیت مهمه. پس من باید یک کامپوننت مووی هم تعریف بکنم تا بتونم این کامپوننت رو به صورت لیست رندر بگیرم و چند تا ازش توی ویوم داشته باشم. پس میرم اول یک کامپوننت مووی تعریف میکنم. خیلی ساده. فعلا در مورد ورودیاش حرفی نمیزنیم و میریم سراغ تعریف کردن JSX و قالبش. خودتونم که میخواید برنامه رو بنویسید و در واقع UI رو طراحی بکنید، اول خودتون رو درگیر جزئیات نکنید. پیشنهاد من اینه برید و اون اسکلت، اون قالب کار رو تولید بکنید. بعد از اون تمام چیزهایی که نیاز دارید به عنوان پراپ دریافت بکنید رو میتونید برید دونه دونه بیارید و جایگذاری بکنید. ریترن مووی من هم یک کانتینر دیو خواهد بود با کلاس مووی
و در داخل این دیوی که ساختم من میخوام پوستر مووی رو نمایش بدم، تایتل مووی رو نمایش بدم و سال تولید مووی رو به کاربر نشون بدم. پس من اینجا یک تگ IMG خواهم داشت که یک src داره، سورسشه. بعد از اون یک اسپن دارم که میاد به من چی رو نشون میده؟ میاد به من تایتل مووی رو نشون میده. پس اینجا تایتله. و یک اسپن دیگه هم دارم که توی این میام سال تولید مووی یا فیلم رو به کاربرم نمایش میدم. من اینو سیو میکنم. بیام از مووی استفاده بکنیم. این دیوی که اینجا داخل مین داشتیم گفتیم لیست ماه. پس در داخل این دیو من به عنوان مثال میام یه دونه مووی قرار میدم که البته این مووی الان فعلا یک ساختار در واقع ابسترکت، یک ساختار انتزاعیه و درونش مقادیر درستی وجود ندارن. اگر سیو بکنم اینجا من میتونم یک قالبی از یک مووی رو ببینم که حالا اینجا پوستر نمایش داده نمیشه چون سورس درستی نداره، اما تایتل و یر رو دارم میبینم. بریم سراغ تک تک جایگذاری اینا. ببینید من توی این دیوی که اینجا ایجاد کردم که مووی لیسته باید تمام موویام رو قرار بدم. اول دفعه بیام کلاس درست رو به این دیومون بدم. بریم در داخل استایلمون یه نگاه اینجا بندازیم ببینیم که کلاس متناظرش چیه. بله میبینیم که مووی لیست رو اینجا داریم. پس میایم از کلاس مووی لیست براش استفاده میکنیم. مووی داش لیست سیو میکنم. میبینید که یک استایل قشنگتری هم اضافه شد. حالا در داخل این مووی لیستم باید بیام یک لیست رو رندر بگیرم. لیست من چیه؟ همون مووی لیستیه که از سمت سرور گرفتم و درون اون استیت هم ذخیره کردم. میام وارد جاوا اسکریپت مود میشم و از مووی لیستم اینجا استفاده میکنم. اما قبلش ما باید مووی لیست رو به مین بفرستیم و داخل پراپ ها دریافتش بکنیم. میام اینجا مووی لیست رو قرار میدم و داخل اپ هم اینجا باید توی پراپ های مین مووی لیست رو بهش بفرستیم. مووی لیست مساوی خود مقدار مووی لیست خواهد بود. حالا که مووی لیستم رو در دسترس دارم میام به این صورت عمل میکنم. میگم مووی لیستم رو صدا میزنم. روی اون مووی لیستم چون میدونم یک آرایه تاب مپ رو فراخوانی میکنم. اگر با کانسپت رندر گرفتن از لیست ها آشنا نیستید حتما برید در موردش مطالعه بکنید. کما اینکه چیز راحتی هم هست، همینه که اینجا دارم براتون توضیح میدم. و این مپ میاد در واقع تمام المان های درون آرایه رو ایتریت میکنه و هر بار چیزی که ما ریترن میکنیم توی یک آرایه جدید قرار میده و اون آرایه جدید رو به همون برمیگردونه. پس ما اینجا یک مووی داریم توی ایتریت اول مووی لیستمون که چیزی که میخوایم برگردونیم یک کامپوننت موویه که ما میخوایم اطلاعات مووی رو بهش به عنوان پراپ بفرستیم. تایتل مساویه مووی دات تایتل. اگه اشتباه نکنم یه بار بریم چک کنیم. داخل کامپوننت اپ اینجا استیتمون رو داریم. ببینید چقدر این ابزار ریاکتیو تولز به کار میاد. بله ببینید که تایتل داریم که با تی بزرگ یر، IMDb ID، تایپ، پوستر و تمامشون با حروف بزرگن غیر از IMDb ID. پس من میام اینجا از مووی دات تایتل استفاده میکنم. مقدار بعدی که میخوام بفرستم به سمت کامپوننت مووی یر هست، سال تولید مووی هست که میام از مووی دات یر با وای بزرگ استفاده میکنم. و مقدار بعدی که میخوام به سمت مووی بفرستم پوستر موویه که این هم با پی بزرگ نوشته میشه. مووی دات پوستر. اگر دقت بکنید پوستر خود src یا سورس پوستر ماست، پس نیاز به دستکاری نخواهد داشت. اینجا هم میام تگ کامپوننت مووی رو میبندم و این چیزیه که ما داریم ریترن میکنیم درون ایتریت مپمون. چی اینجا کم دارم؟ آها این نباید اینجا باشه. اوکی دقت بکنید چه اتفاقی داره میفته. به تعداد تمام مووی های من مووی تولید شده ولی به خاطر اینکه اینجا هارد کد کردیم تایتل مووی و مقادیر درستش نمایش داده نمیشه. بیایم اینجا توی ورودی های مووی پراپ ها رو دریافت بکنیم دونه دونه. من پراپ رو همین رو دی استراکچر میکنم. دقت بکنید میتونید پراپ رو اینطوری دریافت بکنید و بیاید اینجا مثلا بنویسید prop.title. اوکی ولی
بهتره که همینجا بیاید دی استراکچرش بکنید دیگه. چه کاریه؟ تایتل رو داریم، یر رو داریم و پوستر رو داریم. پوستر رو به عنوان خود src اینجا پاس میدم، پوستر. تایتل رو اینجا میذارم، پراپ رو دی استراکچر کردم و در واقع این باید توی جاوا اسکریپت مود باشه، عذر میخوام. و یر رو اینجا پاس میدم، در واقع قرار میدم. یه بار سیو میکنم و بله میبینیم که خیلی قشنگ اطلاعات موویای ما داره نمایش داده میشه. علت این که چه موویای جالبی هم اومد، علت این که در واقع یکم داره کند لود میشه به خاطر اینه که توی نتورک ما از تراتلینگ استفاده میکنیم. روی نو تراتل بذاریم و ریلود بکنیم. چی شد؟ کمک. چه اتفاقی افتاده؟ یه ارور اینجا گرفتیم. تا اونجای داشته باشید که ما گذاشتیم روی نو تراتل، ولی اینجا یک ارور داریم که میگه پراپرتی رو از نال نمیتونه بخونه داخل مپ. چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ دقت بکنید توی اولین اجرا مقدار مووی لیست ما ناله. پس اینجا لیستمون رو اگر بتونیم پیدا بکنیم ایناش، توی مووی لیست ما داریم از یک نال مقدار میخونیم. دقت کنید مقدار اولیه مووی لیست ما چی بود؟ نال بود. گفتم بعداً براتون توضیح میدم که چرا ناله. چرا ما داریم از نال استفاده میکنیم؟ به خاطر همین قضیه. اگر مووی لیستی در کار نباشه ما نیازی نداریم، در واقع اگر استیت مووی لیست ما محتوایی نداشته باشه ما نیازی نداریم که مووی لیستی رو به کاربر نمایش بدیم. پس اینجا میایم یک شرط براش تعیین میکنیم، میگیم بهش اگر مووی لیست ما یک تروثی ولیو بود بیا و برای ما این مقادیر رو به صورت رندرینگ لیست نمایش بده. داریم کاندیشنال رندرینگ انجام میدیم. وگرنه اگر این اتفاق نیفتاده بود بیا و کاری که برای ما انجام میدیم این باشه که نال برگردون توی ساختار JSX من و میدونید که نال نمایش داده نمیشه. اگر اینجا 0 بذارم نمایش داده میشه اما نال نمایش داده نخواهد شد. اینم خب بود سر بزنگاه دقیقاً اومد یقمونو گرفت. اوکی یه بار ریلود میکنم و هنوز هم این داره مووی لیست رو انگار نشون میده و نباید نشون بده. چرا این اتفاق داره میفته؟ اگر مووی لیست یک مقدار تروثی باشه باید به من نشون بده. بریم ببینیم چه اروری اینجا داریم. اوکی این که به خاطر ابورت شدن سیگنال هاست. اگر در واقع بیایم و یک اینسپکت ازش بگیریم میبینیم که مووی لیستمون هنوز داره رندر میشه و مشکل از اینجاست. ما اینجا شرطمون رو یک مقدار پایین گذاشتیم. کل مووی لیست باید شرطی رندر بشه. پس من این دیو رو میارم بالا و اینجا ما شرط رو ایجاد میکنیم که اگر مووی لیست من وجود داشت تو بیا و این دیو رو برای من رندر بگیر. در غیر این صورت بیا برام نال برگردون. یک علامت سوال باز اینجا اضافیه که بله مشکلمون رفع شد. خیلی خوبه که به این در واقع باگا برمیخوریم و با هم برطرفشون میکنیم. ببینید هر پروگرامری چه جونیور چه سنیور به این باگا در واقع برخورد میکنه به این مشکلات و باید بتونه که هندلشون بکنه. این قضیه هم با هیچی میسر نمیشه جز این که شما ببینید این باگ ها رو. پس الان مشخص شد چرا مقدار اولیه مووی لیست رو نال دادیم. نال دادیم که اینجا بتونیم با استفاده از اون بررسی بکنیم به صورت شرطی، ببینیم که اگر نال بود ما دیگه مووی لیستمون رو نمایش ندیم، این دیو رو نمایش ندیم و اگر هر مقدار دیگه به جز نال داشت که یک مقدار تروثی ولیو تلقی میشه بیاد و مووی لیست رو برای ما نمایش بده. اوکی داشتیم در مورد این قضیه صحبت میکردیم که توی تب نتورک اگر تروتلینگ رو برداریم دیگه با سرعت کم پوسترها بارگذاری نمیشن. ما بیایم اینجا یک سرچ دیگه انجام بدیم. گادفادر محبوب، یه مقدار اینو بیارم پایین تر. گادگدر نه، گادفادر. میبینیم که تمام عناوین گادفادر رو برای ما به زیبایی نمایش میده. یه تست دیگه هم ازش بگیریم. به عنوان مثال سیتی رو من سرچ میکنم و میبینیم که تمام عناوین سیتی رو برای من میاره. در واقع طراحی
اپلیکیشن موویندرمون اینجا به پایان میرسه، اپلیکیشن ریاکت بیسمون، ولی چند تا ریزه‌کاری داره که بد نیست بهشون اشاره بکنید و بدونید. خوب دقت بکنید. اگر من اینجا بیام سیتی رو پاک بکنم، شما به عنوان کاربر چه توقعی دارید؟ توقع دارید که لیستی که داره به عنوان مووی لیست نمایش داده میشه هم از بین بره. بیام پاکش بکنم و ببینید لیست هم داره از بین میره. چرا این اتفاق میفته؟ بیایم یک مقدار بررسی بکنیم. با پاک کردن این کوئری، در واقع با پاک کردن این محتوای اینپوتمون، کوئری ما مقدار یک استرینگ خالی رو به خودش میگیره و داریم، اگر وارد تب نتورک بشیم میبینیم که داریم یک ریکوست خالی رو به سمت سرور باز هم ارسال میکنیم و این خوب نیست. باز هم ما اینجا یک گپی داریم، یک ریکوست خالی فرستادن به سمت سرور کار درستی نیست. پس من توی تاب افکتم میام اینجا بررسی میکنم، میگم که اگر کوئری من مساوی یک استرینگ خالی بود، بیا چی کار برا من انجام بده. اگر کوئری من خالی بود، به جای اینکه ریکوست بزنی به سمت سرور بهت یک آرایه خالی بده، اینجا میام خودم به صورت دستی مووی لیست رو یک آرایه خالی ست میکنم، یک در واقع همون مقدار اینیشیالی ست میکنم که نال بود و میام ریترن میکنم که دیگه ریکوستی به سمت سرور ارسال نشه. ببینید رفرش، الان اینجا یک عنوان رو مثلا فیک می نویسم و عناوین رو برای من میاره. اگر اینو پاک بکنم میبینید به عنوان آخرین کار دیگه ریکوستی به سمت سرور ارسال نشده و این چیزیه که ما میخوایم. ریزه‌کاری دیگه ای که اینجا هست، به عنوان مثال اگر اینجا شما بنویسید اسپایدرمن، توقعی که شما به عنوان کاربر دارید اینجا از برنامه چیه؟ اینه که قابلیت اینو داشته باشید که روی هر کدوم از این عنوانها کلیک بکنید و در داخل سایت IMDb بتونید پیج مخصوص به اون فیلم رو ببینید. بریم که این قضیه هم با هم حلش بکنیم و اینم پیاده سازی بکنیم. برای این کار من میخوام کل ماهیت یک مووی رو به صورت یک انکر بازسازی بکنم. میام وارد کامپوننت مووی میشم. یه قابلیت خیلی مهمی از VS Code هم که میتونم بهتون نشون بدم، حالا ممکنه بعضیاتون بدونید بعضیاتون هم ممکنه ندونید. داخل اوتلاین اگر وارد بشید اینجا تمام انتیتی هایی که تعریف کردید رو در دسترس دارید و هی نیاز نیست که بالا پایین پروژه رو اسکرول بکنید. من میخوام وارد کامپوننت مووی بشم و این مووی رو میخوام درون یک انکر تگ رپش بکنم که کلش به عنوان یک لینک عمل بکنه. توی VS Codeتون بهش میگن ابریویشن، میتونید خودتون هم برای شورتکات ست بکنید. من میگم یک انکر تگ میخوام، کلش رو داخل یک انکر تگ برای من میذاره و لینکی که باید در واقع ست بکنم به عنوان href برای این انکر تگ چیه؟ صفحه یا پیج مربوط به اون فیلمه که با توجه به IMDb آیدیش مشخص میشه. پس من توی این کامپوننت مووی یه دونه پراپ دیگه هم میخوام که IMDb آیدیه و اینم باید بهش پاس بدم. برگردم بالا توی مووی لیستم و اینجا بعد از پوستر بیام IMDb آیدی رو هم بهش پاس بدم که همون movie.imdb آیدی بود فکر میکنم. یه بار دیگه وارد کامپوننت میشیم و از این ابزارمون استفاده میکنیم. اینجا یک ارور هم داریم که الان میریم و برطرفش میکنیم، اصلا نگرانش نباشید. بله IMDb آیدی جفتش با حرف بزرگه، movie.imdb آیدی. پس ما اینجا آیدی رو هم داریم، ولی چیزی که اینجا ما باید ببینیم که لینک خود IMDb چیه. من اینجا imdb.com رو میارم و به عنوان مثال روی یک فیلم کلیک میکنم، روی فیلم باس لول. ببینید این لینک رو اینجا میاد بعد از اسلش تایتل IMDb آیدی رو پاس میده. از کجا فهمیدم این IMDb آیدیه؟ چون من ساختار IMDb آیدی رو دیدم. بیایم باز برگردیم به ریاکت دیو تولزمون. IMDb آیدی رو نگاه کنید، با تی شروع میشه و یک عدد بقیهش ادامه پیدا میکنه. این هم دقیقاً همینه. پس من این بخش رو میخوام کپیش میکنم و میام به عنوان href این لینک قرار میدم، میام تبدیلش میکنم به لیترال و IMDb آیدی رو اون طرف چه اتفاقی داره میفته؟ من اینو ببندم، عذر میخوام.
IMDb ID رو اینجا قرارش میدم. به چه صورت باید این کار رو بکنم؟ به این صورت که IMDb ID از سمت پراپ ها میاد و در اینجا قرار میگیره. اینجا داره یک ایراد خیلی 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 بزرگ از من میگیره و اون ایراد هیچی نمیتونه باشه جز این که ما در داخل جاوا اسکریپت نود نیستیم که بخوایم از لیترال ها استفاده بکنیم و در واقع در اون JSX لیترالی وجود نداره. سیوش میکنم، میام این چیزی رو سرچ میکنم با عنوان مثال همون باس لول. ببینید که برامون میاره. بله باس لول رو آورد. اگر دقت بکنید من الان میتونم روش کلیک بکنم و اگر روش کلیک بکنم راست کلیک میکنم توی نیو تاب اوپنش میکنم که برای من اینجا نمایشش میده و صفحه مربوط به این فیلم رو خیلی زیبا میاره. اما یک مشکل دیگه ای که باید بهش رسیدگی بکنیم موقع کلیک کردن روی هر کدوم از این عناوین یک تب جدید برای من باز نمیکنه. در واقع توی همین تب جدید باز کرد، هیچی دیگه، مشکلمون حل شد. میخوام من داشتم این قابلیت جدید نمایش دادن روی اون دمو تست میکردم. بیایم روی اپلیکیشن خودمون تست کنیم. یه بار ریلود میکنیم و اینجا من مینویسم باس لول. میبینیم که باس لول رو برای من میاره. یه مقدار اینو بیارمش پایین تر و من اینجا هر کدوم از این عناوین رو میتونم روشون کلیک بکنم و به صفحه IMDb خودش برم. اوکیه. اما اینجا یه مشکلی که ما داریم اینه که با کلیک کردن روی هر کدوم از اینها یک تب جدید برامون باز نمیشه. توی همین تب داره به ما نمایشش میده. بک میزنم، رفرش میکنم یه بار و این مشکل رو هم میخوایم حل بکنیم. برای حل این مشکلمون باید بیایم از پراپرتی های انکر استفاده بکنیم. از پراپرتی تارگت استفاده میکنیم و میایم بهش آندرلاین بلانک رو میدیم. در واقع دلیل این که آندرلاین بلانک رو میدیم اینه که اگر بلانک خالی رو بهش پاس بدیم باعث میشه که با هر بار کلیک کردن مجدد این عناوین توی یک تب جدید باز میشن. اما اگر دوباره روی اون عنوان کلیک کنیم یک تب جدید براش در نظر نمیگیره و با دوباره کلیک کردن روی همون عنوان میره. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. کنترل S ریلود و اینجا میام مینویسم مثلا فرش. عناوین فرش رو برای من میاره. من روی یکیشون کلیک میکنم. اوکی، توی یک تب جدید برای من باز کرد این عنوان رو. برمیگردم توی برنامه و دوباره روی همین عنوان کلیک میکنم. میبینید که باز روی همون تب قبلی رفرنس داره. من میخوام اگر چندین بار روش کلیک کردم چند تا تب جدید برام باز کنه. تو این حالت بعد از آندرلاین بلانک استفاده بکنیم. دقت بکنید رفتار رو. روش یه بار کلیک میکنم، تب جدید باز میکنه. اگر دوباره روش کلیک کنم دیگه رفرنس به اون تب نداره. یک تب جدید دیگه با همون آدرس برام باز میکنه. اما اینجا یک ملاحظه امنیتی داریم موقع استفاده کردن از باز کردن تب جدید. اونم اینه که تبی که جدید باز میشه نباید به تب قبلی دسترسی داشته باشه. برای بستن این دسترسی از پراپرتی رل استفاده میکنیم و ریلیشنشیپ ها رو به صورت نو اوپنر و نو رفرر قرار میدیم. سیو میکنیم و رفرش میکنیم. الان این فیچر ما هم کامل شد. یه بار دیگه بلک رو سرچ میکنیم، روش کلیک میکنیم، برای ما یه تب جدید باز میکنه. این قابلیت باز کردن تب جدید رو توی این فوترمون هم باید اضافه کنیم. ما الان اگر روی این کلیک بکنیم توی همین تب برامون باز میکنه. بیایم همین انکری که اینجا ایجاد کردیم رو در واقع به اون پایین هم میخوام فقط پراپرتی هاشو نیاز داریم، به اون پایین هم منتقلش بکنیم. این قسمت و میذاریمش اینجا. الان اگر روی این قسمت فوتر کلیک بکنیم این هم توی یک تب جدید برامون باز میشه. خسته نباشید. این قسمت هم به پایان رسید و ما این پروژه رو پیاده سازی کردیم. امیدوارم که مباحثی که گفتم به دردتون خورده باشه و بتونه بهتون کمک بکنه. اما بهتون قول دادم که یک مقدار در مورد تایپ اسکریپت هم صحبت بکنیم. موضوعی که میخوام بهتون توضیح بدم
در مورد موویه. دقت بکنید توی تایپ اسکریپت ما میتونیم یک تایپ برای یک آبجکت تعریف بکنیم که اون آبجکت طبق همون تایپ کی و ولیو داشته باشه. دارم از چی حرف میزنم؟ ببینید من اینجا میام به صورت ضمنی از کلون استفاده میکنم برای برطرف کردن این وارنینگا توی تایپ اسکریپت بهتون نمایش میخوام بدم که چطوری باید عمل بکنیم. و میایم اینجا تایپ هر کدوم از این پراپ ها رو که به صورت کی ها داخل پراپ آبجکت هستن مشخص میکنیم. ما تایتل رو داریم، بله تایتل رو داریم که نوع تایتل یک استرینگ. یر رو داریم که نوع یر از استرینگ، فکر میکنم بریم چک کنیم. بله نوع یر هم استرینگه. بعد از اون پوستر رو داریم، اون هم از نوع استرینگه. IMDb ID رو داریم که اون هم از نوع استرینگ خواهد بود. دقت بکنید تمام وارنینگ هایی که داشتم اینجا برطرف شد و من اینجا به صورت روباست، به صورت با استحکام بیشتر مشخص کردم که هر کدوم از این پراپ ها باید از چه تایپی باشن. اگر نخوایم به صورت ایمپلیسیت اینا رو در واقع مشخص بکنیم، میتونیم اینو به صورت یک اینترفیس تعریف بکنیم، بیرون از این نمایشش بدیم و بیایم داخل اینجا جایگذاریش بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما میایم اینو کپی میکنیم، در واقع کاتش میکنیم، میایم بیرون از این پراپمون اینجا از اینترفیس استفاده میکنیم. اینترفیس این یک کانونشنه که بین برنامه‌نویسا وجود داره. موقع تعریف اینترفیس از آی در ابتدای اسمش استفاده میشه، آی مووی، و بعدش میام براکت رو باز میکنم، آنجل براکت رو، و این اینترفیسم رو تعریف میکنم. حالا میام بعد از این کلونم اینجا آی مووی رو قرار میدم و بهش میگم که این از جنس اینترفیس موویه. به این صورت هم به صورت غیر ایمپلیسیت یا غیر ضمنی من میتونم تایپ اینا رو تعریف بکنم که دیگه این وارنینگ رو نگیرم. اگر علاقه داشتید به تایپ اسکریپت حتما دنبالش برید. خیلی در واقع برنامه نویسی کردن با جاوا اسکریپت رو راحت تر و مطمئن تر کرده و خیلی میتونه توی پیدا کردن ارورها قبل از اجرا کردن برنامه و دیپلوی کردنش بهتون کمک بکنه. خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید و تا اینجای کار با من بودید. اگر ذره‌ای تونستم بهتون کمک بکنم، اگر ویدیوها مفید بوده، لطف میکنید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، برام حتما میخونم، و چنل رو هم سابسکرایب داشته باشید. بدرود.